مدیر شرکتی با منشی و مسئول فروشش میرفتن نهار بخورن که یه چراغ جادو پیدا کردن. مالشش دادن، غوله ظاهر شده گفت سروران من برای هر کدومتون یک آرزو برآورده میکنم. منشی پرید جلو گفت اول من میخوام که توی باهاماس سوار یه قایق بادبانی باشم و نگرانی از دنیا نداشته باشم. غوله فوت کرد، منشی رفت باهاماس. بعد مسئول فروش پرید جلو و گفت حالا من میخوام توی هوایی کنار ساحل لم بدم و یه منبع بی انتهای نوشیدنی هم داشته باشم و هیچ ترسی هم از این رئیس لندهور نداشته باشم. یه زبونم برای رئیس در آورد. غوله فوت کرد، مسئول فروش هم رفت هوایی. غوله به مدیره گفت حالا نوبت توه. مدیر گفت میخوام که هر دو این احمقا بعد از نهار تو شرکت باشن. نتیجه اخلاقی اینکه هیچ وقت قبل از رئیستون حرف نزنید. میخوام به مسئولین نظام بگم جلو زر اضافه نزنید. همه دنیا فهمیدن چقدر از قضایای پاریس ترسیدید. اونم تو این وضعیت ضعیف مقام عظما که هر کی با ما در افتاد اتفاق خاصی نیفتاد. خوب شد که اینقدر حالیته که اول باید بذاری من صحبت کنم. ناکس، ولی اینجوری که تو دوره ورداشتی انگار نمیخوای این کارو بکنی. اهل این حرفا نیستی. حالا برو سر سوالا ببینم چه کار میکنی. یکی از مسئولین نظام گفته که کاش میشد 2 تا ژست قدرت نمایی بگیریم، ولی آی دکتر به نظر من باید شعور داشته باشیم ابراز خوشحالی و رضایت کار دست نظام میده ها. اشتباه مهلکیه. آفرین. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه با 206 که سوارش بود زد تو تیر برق، ماشین نصف شد. بعد به افسره که اومده بود میگفت یعنی اشتباه از من بوده. افسرم گفت نه، علت حادثه خوابالودگی تیر چراغ برق بوده. آیه دکتر مگه نظام ما نباس از این حادثه ها خوشحال باشه؟ چرا میترسی؟ قربونتم، وقتی داستان هم تو منطقه هم تو دنیا بچرخه رو این چیزا، خب خیلی کارهای دیگه اونجا لو میره، خیلی صحنه‌ها میچرخه علیه ما. ناکس. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو گفت داشتم تو تاریکی دزدکی سیگار میکشیدم، دیدم یه جن داره نگاه میکنه، گفتم بسم الله، نرفت. دوباره بلندتر گفتم بسم الله، نرفت. گفتم شاید با صوت عبدالباسطی باید بخونم، بازم نرفت. یهو جن گفت نگاه کن تا صبحم برام بخونی من جایی نمیرم. احمق، من باباتم. روشن شد یا همچین بزنم که بری تو تاریکی. آیه دکتر میخواستم در مورد سب کن اینم مگه تو عقل نمیرسه که نباید بری تو بحث فرانسه؟ ده بار بهت گفتم فرانسه کجاست؟ میخواستم بگم در مورد فرمایشتون، اصلا هیچی نمیگم، خودتون بحث و باز کنید. ایشین دیگه حالا بذار قهر یکی بکنه که بهش بیاد. ناکس، نمیخواد تو سوال کردن رو تحریم بکنی. فکر کرده باید نمیشناسمش. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه دید ویزیت دکتر گرونه، گفت اگه تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه. روشن شد یا همچی بذارم که همینجا جلو دوربین همه بفهمن کجا درد میکنه. آیه دکتر با هزار بدبختی سفر جور شده بود برای شیخبری برای ایتالیا، حالا فرانسه عذرش خواست، سفر ایتالیا رو چرا لغو کردی؟ نه خودش که طالب لغو نبود، براش لغو کردیم، چون هر حرفی اونجا میزد سر یه کلافی باز میشد که تا نداشت، معلوم نبود که سر کجا در بیاره، یا نظام رو به باد میداد یا دلواپسان رو طلبکار عضوا میکرد. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که تو حکومت نظامی سروانه به سربازه گفتش که تو همینجا نگهبانی بده، 7 شب به بعد هر کیو دیدی تو خیابون رد شد درجا بزنش. حرفش تموم شد، تا اومد سوار ماشین بشه و بره دید صدای تیراندازی داره میاد، برگشت دید سربازه یکی رو زده، داد زد برای چی زدی؟ ناکس، الان که ساعت 5. سربازه گفت قربان این یه آدرسی از من پرسید که تا 9 شب من پیداش نمی‌کرد. روشن شد یا هنوز نزده بزنمه؟ آیه دکتر بهتر نیست یه مدتی شما رو قایم کنیم که توی این اوضاع احوال زبونم لال، مجبور نشین مواضع پرت و پلا بگیرید؟ زبونت که لال، پرت و پلا خودت میگی، ولی با قایم کردن من که چیزی حل نمیشه که، باید عضوا رو قایم بکنی که مجبور نشه بدبخت بیچاره پرت و پلا بگه. آره بیچاره حرف نداشت بزنه، مجبور شد تو این هیرویری به سرای 3 قوه در مورد محیط زیست پیام بده، راجع به مسائل مبرم روز خفه است بابا. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله،
میفهمونن که بابا بزرگه به نوش گفت بودو برو قایم شمرو مراسه رو پیچوندی، معلمت اومده دنباله. نوه گفت اونی که باید قایم بشه شمایی، من بهش گفتم نمیام چون شما مردی. روشن شد یا همچی بذارم که یه مدتی قایم بشی. آره بزن نگه قایم شم که بمیرم و راحت شم از دست این موازه مقام عظما. نمیخواد آخر برنامه با من دعوا کنی، خودم دارم دعوا میکنم. نمیخواد اینجوری دعوا بکنی. من اصلا یقه خودم از دست این مقام عظما پاره میکنم. یقه رو ول کن رو سر گردن کار کن. یقه پاره میشه حیفه. رو چش و چال خودت کار کن.